حالا میخوایم جرس دوزی کنیم، یعنی ریون با همه سوزن نمیشه بدوزی، باید سوزن تعابی باشه. نشون بده. از این سوزن تعابی از این میذاریم برای جرس دوزیمون. بعد میخوایم آستین وصل کنیم. سرشونه رو که چرت دادیم به سرشونه اصل لباس وصل میکنیم. چرتش که دادیم میایم چرت پارچه اونو به دخت سرشونه خود لباس وصل میکنیم. جور اندازه میزنیم تا حلقه آستین.